سلام دوستان، ما امروز اومدیم به سوپ شپیتزه پلات بای بیزه. میشه گفت که جنوب آلمان میشه و جنوب خود مونخن. جایی خیلی بالا قشنگیه، جایی خیلی زیباییه، اما چیزی که هست خواستم من الان سوار این تلکابینش بشیم که بریم اون بالا. اون بالا که کاملا پوشیده از برفه، اما خب متاسفانه چیزی که هست اون بالا الان همش برف و ابره و امکان دیدن بیوی خیلی زیبا نیست و اینکه الان قیمتش که سالتون نفری 80 یورو هستش که میره اون بالا و خب خیلی زیاده. حالا برای 10 دقیقه بره اون بالا و برگردی برای این 80 یورو خیلی زیاده. حالا تصمیمون رو گرفتیم که بریم این قسمت، بریم پایین سمت دریاچه‌ای که داره، یه دریاچه کوچولو دریاچه خیلی قشنگی داره اون پایین بیزه. بریم اونجا رو ببینیم، اون محل بریم یه خود قدم بزنیم. ببینم خود سالن زالپاند سوپشپیتزه سالنش هستش، محوطه‌اش هست. ما همچه ماشینمون رو اونجا پارک کردیم و اومدیم. الان بریم، یه باد باحالی هم داره میاد، باد خیلی عالی هم داره میاد. فکر کنم که بارون بگیره، به خاطر همین بهتره که ما بریم چترامون رو برداریم که با خودمون ببریم. این قسمت میتونیم بریم پایین سمت اون دریاچه‌اش. جا تو خیلی قرار هم هست که همونجا غذامون رو بخوریم و به فامیل پلاچه میشه. جای خیلی قشنگیه، جای خیلی جالبیه، توصیه میکنم اگه توی بایرن هستید حتما اینجا رو بیاین. ما که الان برای یه روز اومدیم، اما خب برای یه روز زیاد جالب نیست، حداقل 2 روز 3 روز اینجا بیاد بمونه توی هتلاش و خب چیز خیلی باحالیه، خیلی قشنگیه و واقعا به آدم حال میده، سر روح و روان تو صیقل بده. خب دوستان، حالا تا ویدیوهای بعدی.